خون در رگها جان است، خونی که از رگها می براید می ریزد. سخن یک گردابی است که کس را مثل باطلاق به خود کشیده می گیرد. حیات دو راه دارد که یکیش را انتخاب میکنی. هر کس به خود نگاه کرده راه را انتخاب میکند. کسی که برای انتخاب راه خوب فکر نکند، در آینده او را چیزی دهشتناک انتظار است. در آن وقت فریاد میکشی که راهم را گم کردم. اگر تو راهت را گم کرده باشی، گناهی راه چی است؟ نعمت در تگ دست است، اما حیف که بعضی ها این رو نمیدانند. همه وقت تا یک نفر را از دست ندهی قدر کس را نمیدانی. این در حقیقت یک حکایه غمگین انسان است. هیچ نباشد همه این تکابر به سوی جنت می باشد، همین تبنی مگر. اما صد افسوس که به جای پیدا کردن راه انسان بیشتر آن را گم می‌کند. یا خدایا، فکرت پسرم چشمت را گشا. فکرت، خدایا کمک کنه. پسرم تو چی کار کردی؟ طاقت کن پسرم، حاضر می آیم. صبر کنید. اما چی شد؟ چی واقع شد؟ چی شد اما؟ فکرت خودکشی کردنی شده است. شاید دستش را بریده است. در کجا؟ در خرابه های پس مسجد. رفته راه گرد. انا در اینجا خوابیدم. هنوز زنده است. زود با بیمار خونه چرا بردار. این کارو کردی پسرم؟ چرا؟ سرما بیاری تجلی زن. حاضر. ما اومد. رمال چرا گیر؟ زودتر. طاقت کن بلوده. زودتر. یاری تجلی به خرابه های پسی مسجدی که زودتر ارتباط. طاقت کن فکرت. ما رفتم با هاشم خبر رسید. فکرت. با خود بیا فکرت با خود بیا. فکرت. سلما دخترم با علیه خبر رسید. آخر به کجا رفته میتوانند؟ در مکتوبشون ننوشتند. متاسفانه ننوشتند. حالا یگان خبر هم نیست. از بابای مگان خبر نیست. بابایم را نیافتیم اما فکرت را یافتیم. فکرت خودکشی کردنی شده است. نخود. حاضر به بیمار خود نبردم. من هم باید با اونجا روم. به شما خبر دیم گفتم. مادر جان با پدرم چی شده؟ چیزی دخترم رفته خواب کن. من شنیدم پدرم در بیمارخانه. من از پدرم رفتم بخوام. التماس دخترم بس کن. التماس مادر جان. مایلش دخترم مایلش. بیا لباس باید طاقت کن فکرت. زودتر. شما در اینجا مولیدم. زودتر به این طرف. همشیره دکتر را جغ زنید. در اومدی محل یک صدمه شده است. دکتر با اونجا رفتن. صدمه کلان. رفتنشان ضرور بود. زود دکتر را کشوید. خون بسیار رفته است. زود باشید. زودتر این رو پیوست کنید همشیره. پیوست میکنم. طاقت کن فکرت. سیدی خیستم. نظر رو با اونجا را صبر کن.
صدیقه آرام شو آرام شو بس مشغول میشم صدیقه آرام خوب شد خلال نرسونید بابا که هوشیم آروم شدید برایید خلال نرسونید فشارش پس فشار یرگه التیماس به اون طرف ندارم صدیقه آخه یک دست حالش چقدر است؟ رگ اساسیش رو بریده است باید زود جراحی کنید اما دکتر نیست چقدر نیست؟ پسرم رو نجات ده سرما پسرم رو نجات ده تو میتوانی سرما باوری ندارم عمر خودم تنها نمیتوانم خونروی رو من کردن نمیشود دکتر التماس جکن کن کنید پسرم رو نجات ده فشارش پس میشود من خودم میکنم تو عمر من جراحی میکنم اما به شما دکتر این خیلی خطرناک است عمر در عکس حال تو رو به جوابگویی میکشم مایلش من با عهده میگیرم همشیره حجره جراحی رو ما این رو آماده قید نمی کنیم اگر یگان واقعی رخ دهد از بالایتان شکایت میکنند همش رو با عهده میگیرم همش رو با عهده میگیرم فهمیدم زود حجره جراحی رو آماده سازید کشید همش رو زودتر راه شاید زودتر مرا دردی من از این کادرم برم پسر جون تو را خیلی خوب میفهمم آسان نیست فکرت برادری من هم هست اما من باوری دارم که فکرت نجات مییابد برای همین اینقدر جیغ نشو دختری عمل من هم باوری دارم انشالله خوب میشود لیکن نمیفهمم با این اویل اتفاق چی شد با هم با این مداخل چی شد وقتی رفتنم چه خیل بودند و بعد از برگشتنم چه رو میبینم به حوال این اویل نگر شرمی کس میوید زیخ نشو دختری عمل همش خوب میشود همش چرا این کار رو کرد نخواد آدم برای زنش خودکشی کنه اگر زنش جدا میشوم نمیگفت فکرت این کار رو نمیکرد خاموش حلیمه جای گپ نیست هیچ نباشه در این وضعیت خاموش است اکا نرگیز خوارکم زیغ نشو خوارکم پدرم وصیت می شود اکای من او وصیت می کنم بیا مادر جان شین صدیقه همین شین پدرم رو پیدا نکردید دوغن تو رفته گرد اطراف رو نگاه کن مایلش عمل بسیار واهمه نکنید در کجا می شود در یگانجا پنهان شده است معلوم است که پنهان شده است حلیمه دکتر رو ایواز کنید دکتر رو ایواز کردم بگو زودتر دقت کن فکرت
فشارش را سنجید. فشار پس میشود. چقدر ما رو سرگردان کردی. چرا این کار رو کردی؟ فرزندانمان رو فکر نکردی. چرا این کار رو کردی فکرت؟ با برادرم چقدر نفرت داشته باشید هم میدونید که پدری فرزندهایتون است. نمیدونم سنم. چرا فکرت این کار رو کرد؟ عقلم نمیرسد. اگر اکرم پشیمان نمیشد این کار رو نمیکرد. از افتش بعد از رفتنتون قدر شما رو فهمید است. برای همین خودکشی کردنی شده است. میدونم مشکل است. لیکن ینگا جان باز یک باری دیگر رو بخشیده. این اویله زیبا رو نگاه دارید. نه سنم. نه. او رو هیچ گاه نمیبخشم. خدایا کی باشد در این وقت؟ چرا اومدی؟ یا از پس من باز نیرنگ بفته استادایی؟ بعد از تومتی کردم نامت رو پر از داغ کردم. وجدانم مرا عذاب داد. خواستم فکرت رو یافته همش رو نقل کنم لیکن به تلفنش یک همشیره جواب داد. فکرت خودکشی کرد. ایشی حاضر در بیمارخانه. وای بی من. آروم شو. آروم شو. اگر یگون گپ میشد چیزی که البته خبر میدادن. التماس پسرم خبری خوش بده. خبرهای بد رو زخو برن. خدا رو شکر نجات یافت. غم نکنید صحت میشه. خدا رو شکر. لیکن برای به خود آمدنش کمی وقت لازم. خونی زیاد رفته است. خدا رو شکر. خدا رو شکر. دستایی که پسرم رو نجات داد از درد رو نبینه. آشین نکن چیز بگوی آخیر. پسرم رو نجات داد. نفهمی یا نه؟ تشکر. خدا است راز باشد. رویت را پوشانم. کمی دیگر خواب کن. بیا دختر جانم. یگان نویگری هست دخترم. احوالش خوب بوده است. همش خوب می شود. شکر. خیریت پدرم نجات یافتن. خیریت کنی بچه ها. پدرم رو نمیبینی؟ حاضر دیده نمی شود. دکترها اجازت نمی دهند. بیا کنی پوش. احوالی کم بهتر شد. بله میدونم. مادرم ما رو به خونه بردنی. شما میروید؟ از اینجا موندن آنها یکون فایده نیست. ما میرویم. من پدرم رو دیدم میخوام. التماس مادر جان نرویم. اگر خواهید آنها رو مونده روید پدرشون رو بینن. مایلش ایستان. کودکو به شما امانت مادر جان. شما چرا میروید مادر جان؟ شما هم ایستید مادر جان. التماس ایستید. التماس. من هم میروم. شاید از پدرم یگان خبری هست. مایلش مادر جان. من رو بیخبر نمانید. من هم با شما میروم مادر جان. رفتیم بچه ها. رفتیم. دیانت رو نجات دادن. باز چرا انتظاری؟ از داغن یگان خبر نیست. چیکار کرده باشد؟ اینها در همین جویم. اکا از پدرم یگان خبر هست؟ نه. داغن پدرم رو یافته باشد. ای خیلی که میگوی آشین. خوب نباشد رفتیم. شاید پدرم در خانه باشد. رفتیم. اکای سمی یا بای بابایم را ندیدید؟ نه ندیدم. منش تشکر. اومد. داغن اینجا بیا. این را از دکان یکی شریف یافتم و بابای واحد تعلق دارد. خودم با شما بردنی بودم که تو را دیدم.
انشالله همش بخیر باشد واقعا. همه شایب من او را سخت انجام به من گوش کن حمزه. چرا خودت را گناهگار حساب میکنی؟ او با همتون بازی دارد. پگاه یا روز دیگر پیدا میشود. پدرتون پیر شده است، کودک شده است. سبحان الله. حلیمه، شکری خدا که پدرم هنوز پیر نشدند، اما شاید نفری باشد که از او بیزاد شده است. چی گفتن میخواهید اپا؟ مگر من پنهان شده بازی میکنم؟ مادر بس بودگیست. بابایم در حقیقت بیمار هستند. شما این رو نمیفهمید مگر؟ بیمار نیستند، معلوم است که بازی میکنند. یک دم برا تو یک دم خاموش ایستاده میتوانی یا نه همه رو ویران کردی؟ گپی راست به شما نمیخورد. من راستش رو میگم، راستش رو. بس دیگر پیش از آن که نام پدرم رو به زبان گیری 3 مرتبه فکر میکنی. 3 مرتبه. خدا را شکر که به خود آمدی. خدا را شکر. خدا تو را به ما بخشید. زود رفته به فرزندانت خبر میرسانم. نه التماس نرو. اگر آنها را میخواستم به اینجا نمی آمدم. هیچ گمان نمی کردم که همچون پدر اینقدر بیقدر می شوم. من طرفدار کارهای کرده پسرانم نیستم. فرزند امانت خدا می باشد. شاید به امانت صاحب شده نتوانستم. روزهای نزدیک به حج می روم، لیکن با کدام روی به آنجای مبارک قدم گذارم؟ به آیلم صاحبی کرده نتوانستم. اگر از من بپرسند با چی باری به اینجا آمدی چی جواب میدیم قربان؟ گوش کن واحد، بعضی گناهایی هستند که آنها را تنها واقعا پاک کردن ممکن است. باز جاهایی هست که مبارکند، آدمانی بدبخت به آنجا رفته خوشبخت بر میگردن، چون که جاهای مبارک هم کس را تازه میکنه، هم تو به آن جای درد دل میکنی. گناهی نیست که اشک چشم آن را نشوید. چی شد دوان؟ پیدا کردی؟ سحر این رو از نزد دکان یکی شریف یافتند. اینجا مادانی پدرم است. مگر او را یگان کس ندیده است؟ نه ندیده است. خدایا یگان چیز نشده باشد. یگان چیز میشد یا در نزد جامدان میبودند یا اینکه در بیمارخانه. درست میگی. در کجا باشند؟ فهمم. من حاضر می آیم. عمر با کجا؟ من به شما خبر می رسانم. چیکار کنیم؟ زیغ نشو سلام. نامش فکرت. با فکرم دیشب جراحی کردم. حاضر میبینم. آقای محمود شما رو منتظریم. 1 ثانیه ببخشید. اویستا. ببخش مایدایک. خوب هستی؟ گلهایم رو چیکار کرده؟ مگر خوی با تو 1 دسته گل خرم. نه گل فروش علاقه رفت. گل وزین بود. این گل ها رو با دوست داشتهت میبری؟ نه به مادرم میدادم. از نام پدرم. آنها قهری هستند. اگر پدرم سیاه شوند آنها آشتی میشوند. چرا آنها با هم قهری شدند؟ نه از برای یک زن. پدرم مادرم رو میزد. ما رو هم دوست نمیداشت. اگر من وی زن رو یابم، چون که وی زن پدرم رو هم فریب کرده است. خیلی من رفتم اینها را گیرید.
آدم کی باشد؟ پدر چی شد؟ حاضر می آیم. چرا در اینجا میگردی؟ من دیگر به این عذاب وجدان طاقت کرده نمیتوانم. میفهمی؟ به من گوش کن. به تو هم دردم زیاد. باز هم آمده به سرمون بلا نشوی. این کار رو همراه کردیم، همراه از اون میبراییم. طالبای گریتت بودم مگه فکرشم فرزندت را کردی. به من گوش کن لعنتی. هیچ چیز لازم نیست. نه پولت نه تهدیدهایت. بیزار شدم. میفهمی؟ این عذاب وجدان رو طاقت کردن نمیتوانم. تو مرا میفهمی؟ چی شد پدر؟ این مرد کیست؟ وای کلیش دخترم یک رقیبم کاری مرا ویران کردن میخواد. مرا به خود دشمن میشود. بیهوده و زوره میگد. به فکرم یک نیتی بد دارد. التماس پدر احتیاط شوید. برای 3 تنگه با هیچ کس جنجال نکنید. راست میگویی. چخیلی که میگویم همه کس به مقصدش میرسد. با به مرخونه میروم. اکم رو خبر میگیرم. مایلش تشکری زیاد. پدرم خوب است همین طور نه مادر جون؟ تشکر. پدرم شاید بشود مادر جون. مادر جون پدرم رو ببخشید. شما رو باز یک جا دیدن میخواهیم. بس کنید بچه ها. پدرتون رو بیدار میکنید. علیا مرا ببخش. پدرم گپ زدن. تو در اینجا چی کار میکنی؟ تو کی هستی؟ تو مرا نشناسی هم؟ من کی بودنی تو رو میدونم. من نیتی به فکرت بدی کردن رو ندارم. زن و فرزند داشتنش رو نمیدونستم. او با من هم دروغ گفت. لیکن این خبر رو شنیده برای دیدنش آمدم. چون که فکرت رو تا حال دوست میدارم. گوش کن. اویله‌مون ویران شده است. پدرم، امکویم و بابایم همشون پریشانند. ینگم و اکم ازم دیگر جدا میشوند. شاید تو چی بودنی اویله رو ندونی، ندیدی، اما ما میدونیم از دست دادنش چقدر دردناک است. این رو هم میدونیم. با اویله برادرم دست نزن. با کودکانش رحم کن، چون که آنها بیگناهند. تو رو مجبورم فراموش کنم فکرت. مجبورم فراموش کنم. یک روی نکرده این شوربا رو بخور موسفید. بخور. بابا جان خوب هستید؟ چرا این کارو کردید؟ ما برای شما خاطر شدیم. حتی امک حمزه و هاشیم هم. خیز با اونجا گذاشتشین. در نزد فرزندانم قدر و قیمتی ندارم که همم را خورند. بهتر است که خودم عذاب کشم و به دوش آنها بار زیادتی نشوم. این خیلی نگوید بابا جان.
شاید که باور نکنید لیکن همه‌شون پشیمان شدند. دلم خیلی رنجیده است پسرم. مرا بیشتر غم فرزندانم عذاب میدهند. آنها از خون خودم جگربندانم، ولی چقدر از من دورند. آنها در یک ساحلند، من باشم در ساحل دیگر. عزیزم وحید، تو نمیدونی مگر فرزند در این دنیا یک امتحان است؟ و تو چی شد که اینقدر فکر میکنی؟ چرا اینقدر زود تسلیم میشوی؟ تو به اینها اگر شیر حلال، رزق حلال بخشیده باشی، یک روز با پاداش خوب برمیگردند. اما اگر خونی آنها دیگر باشد. تو رو نفهمیدم قربان. یک نفری خیلی آبرومند و پارسا بود و یک فرزند داشت. آن فرزند کوزه های آب همسایه ها را شکسته می‌گوید. چون آبروی اون مرد نزد مردم خیلی بالا بود، مردم از روی احترام اعتراض نمی‌کردند. ولی خیلی وقت گذشت و ضرری آن فرزند زیاد شدن گرفت. کاسه صبری مردم لبریز شد. نهایت یک نفر جسارت کرده و پارسا همه ی واقعه را می‌گوید. حالا آدم خوب چی کار کرده است؟ آن پارسا فکر می‌کند که من چه خطایی کردم که فرزندم چنین شد، اما نقصانی در زندگی خود نمی‌یابد. همسرش را نزدش دعوت می‌کند و می‌پرسد که شاید تو در زندگی خطایی کرده باشی. بیچاره زن فکر می‌کند و نهایت یاد می‌آورد که وقتی حامله‌دار بودن افلیسونی همسایه را به پوسیش از درخت کنده آبش را مکیده بود. اینو به شوهرش می‌گوید. شوهر سبب نقصان پسر را در این عملی همسرش می‌بیند. امر می‌دهد که رفته از صاحب درخت عذر پرسد و راضی که او را بگیرد تا لقمه خورده‌اش حلال گردد. بعد انجام این عمل حالتی فرزند خود به خود دیگر می‌شود و قدرتی تحلیل عمل‌های کرده‌اش در او پیدا می‌شود و از پدر و مادر و همسایه‌ها بخشش می‌پرسد. شنیدی عمر قربان چی گفت؟ خدا به بنده هایش ظلم نمی کند. یعنی این معنای آن را دارد که همه عائله یک جا نشسته فکر کردن اما لازم که چی باید کرد، گذشته را، روزهای خوب را به یاد آوردن لازم، وگرنه مراسا کردن و آشتی شدن معنای ندارد پسرم. اگر آنها تو را گوش کنند تو بگوی. خوب بابا. با فکرم دیر میاد پسرم. چرا نه هم تو با خونه درو زود. من رفیق شوهرت هستم. به دفشو از اینجا. دفشو از اینجا. لایی بدمستی لایی. ندارو. اینجا بیا. گم شو. چی شد پسرم؟ مادرم را زده ایستادم. چی؟ گلسوم بابای دست نرسان حیوان. در جایتی بلانتی تو که هستی که مرا ناراحت میکنی؟ کنی در جایتی حیوان. نپران حسن این خیماز میکنم. نپران التجا میکنم. نپران نگوره نیست و گفتم.
رمزی برادرم، من چیکار کردم؟ اول بای سر کرد، بزنم بای دست دراز کرد. میفهمید؟ تو نکشتیش، مرا فهمیدی؟ نکشتیش. با تو یک مصلحت میکنیم. حسن با خود بیو. دیگر طاقت کرده نمیتوانم. هاشم هم باشد، جزا هم گیرم که رفته همش رو میگویم. سنم، میبینم که حالا هم عوض نشده ای. پیشتر هم همین طور روزنامه پر میکردی. تو هم دویم روزنامه رو پنهان میکردی. کودکی خیلی بد رفتار بودی. کاری کرده همه رو با پا میخیزوندی. شاید میخواستم که از دیگرها کمی فرق کنم. دیوار مسجد رو چرکین کنی، از دیگران فرق میکنی. اگر مناره‌اش رو زیبا کنی، باز از دیگران فرق میکنی. مهمش دلت صاف باشد. از روی خود شرم رو فرق میکنی. خوش باشه. در نزد من اگر به قرارهایش اعتراض نکنید برمیگردند. اگر به شرطهایم راضی باشند جمع میشویم گفتند. من راضی هستم. میلش چیزی که نباشد پدرمان است. زید نمیبراییم کو. پدرمان چیزی که بیاد اما خیل می شود. حسیم این طور باشد. خوب پدر جان. علیه خیریت که اومدی. پدر جان. علیه تو ما رو بخشیدی. اینجا بودنم تنها به خاطر کودکایم، وگرنه قهرم از تو یک ذره هم پس نشده است. ببخش مرا، دیگر تکرار نمی شود. علیه قسم میخورم. مادر جان نیستی. مادر جان ببخش مرا، ببخش. بابا مادر مراد بابا جان گذارم. سلام. تشکر. خوبم فرزندانم. خوبم. از این طرف دخترت بابایم شنونی. مرحمت شینید بابا جان شینید. تشکر فرزندانم. میدونم شما یگون گناه ندارید. من به شما پدری خوب نبودم که این به حرمتی را به من روا دیدید. استغفرالله. شما را دعوت کردم نه آمدید. به من ناحرمتی کردید. از آن که این روزها را دیدم 1000 مراتب میمردم بهتر بود. اما شاید من به این مناسبتتان سزاوار بودم. گوش کنید، من هیچ کدومی شما را گناهکار کردنی نیستم، اما بهتر می شود که اگر همه یک جا نشسته فکر کنید
ما رو ببخشید پدر، گناه از ما بود. از این بعد گفته‌تون رو نمیگویم پدر. برای همه چیز را از نو شروع کردن تنها خواهش لازم است پسرم. تنها خواهش. حاضر آنچه که میگویم گوش کنید. هاشم آن مال و ملکی را که از عمر گرفته است باید برگرداند. اما پدر، پدرم چیزی گوید تمام می شود. دیگر گپشون را دو نمی کنیم. خب یکان فکر میکنیم. فکر کن هاشم. دویم، چرا این عائله به دو قسم تقسیم شده است؟ عمر و سرمه اگر راضی باشند باید خانه‌دار شوند. چه ها میگویید بابا؟ این خیل شدن نمیتواند. مگر شما فراموش کردید که من و سرمه گهواره بخش هستیم. مگر همینطور نه؟ چرا خاموشید؟ من در یاد ندارم. اما که حمزه، شما به این راضی نمیشوید. همین خیل نه؟ شما راضی نمیشوید. شما راضی نشوید. دخترتان رو به اون بیتار ندهید. شما کو پدرش هستید. شما هر چی گویید همون میشود. چرا رو نمیبخشید؟ چرا؟ التماس پدرم رو ببخشید. دیگر شما رو خفه نمیکنم. شما در نزدم باشید پدرم رو یاد میکنم. پدرمون در نزدمون باشند شما رو یاد میکنیم. پدر جون. علیه، حیاتم در لبان تو است. چه کلمه ای که از اونجا برایت میتواند یا حیاتم را از نو برقرار کند پدر، یا برعکس نابود کند. من قدری تو را خیلی دیر فهمیدم که دیگر با هزار ایشیل تو ایواز نمیکنم. از تو میپرسم مرا میبخشی؟ التماس، بله گوید التماس. التماس پیشمه. من در بین شما خوب کردم میخوام. التماس ببخشید مادر جان. التماس. تشکر مادر جان، تشکر. رفته به نزد پدرم. مالش پدر، قبول میکنم. سرمه رو با عمر میدیم.
صبر کن داغن، آتشین نشو. ما این آشتی شدن رو برای رنجیدنی تو نمی کنیم. میبینی این برای همه امان لازم است. باور کن پسرم. داغن آه کودکی دیوانه. از من راضی باشد پدر. راضیم حمزه. راضیم ندارم عمر. باشه کنم پدر. دستتون رو ببوسم پدر. راضیم رابیه جانم. دوغن التماس نکن، به خودت ضرر میرسونی. رسانم به خودم میرسانم سنا. گناه کنم مگر جزایش را خودم نمیبینم. در دنیا تنها نیستم مگر. تو چی ها میگوی دوغن؟ تو هم از این عائله هستی. تو تنها نیستی. تنهایم سنا. از روزی که به دنیا آمدم این عائله از من روی گردانده است. چیزی که خواستم نشده است سنا. همه با یکدیگر نزدیکن. من باشم تنهایم. به عائله داری از دور نگاه میکردم. میفهمی از دور. اول به سرمه. بعد به تو. آخر تو هم مرا خوش نمیکنی همینطور نی؟ معلوم است خوش نمیکنی. Zamansız ayrılığın, söyle bu kaçıncı hüzün. Şimdi sızlan yüreğim, ah yine de söyleyemem. Sensizim yanıyor yüreğim bugün. Ayrılık yine kör bir gün. Kalbim alev alev yanlar için. Bilmem giderken sızlamaz mı için. Git diyemem, kal diyemem sevdiceğim. Sensizim. وقتی داغن دیوانه قبول کن. نشو. چیزی که شود شدن گیرد. دیگر تنها ماندن نمیخواهم. از تنهایی بیزار شدم. بیزار. قریب که همه عائله جمع آمدیم. کیها باز همین خیلی یک جا جمع نشده بودیم. حاضر از شما خواهش دارم که کینه و عداوت را یک طرف گذاشته با هم آشتی شوید. برای باز یک عائله مستحکم را برقرار کردن در دلتان نباید ذره کینه و عداوت دشمنی باقی ماند. من هم باید از جیانم بخشش پرسم. استغفرالله عمک. چی ها میگویید؟ تو رو خیلی رنجوندم عمر. توی بیگناه را گناهکار کردم. عمکت را ببخش. استغفرالله عمک. عیبی من هم هست. نسبت شما ناحرمتی کردم. شما هم اگر توانید مرا ببخشید. ببخشید عمک. خدایا شکر. هاشم
سرمه و عمر اکنون خانه‌دار می شوند. مال و ملکی که به عمر تعلق دارد باید برگردانی، وگرنه این جمع آمدی امروز همان یگان معنای ندارد. البته پدر راست میگویید. میلش من هم از دستم چیزی که باید میکنم. میبینم که همه‌تون آشتی کرده اید. حتی نفرانی که یکدیگر را به کشتن تهدید میکردن دست دادن. اما تنها داغن در بیرون ماند. نه پسرم، مگر این خیلی میشود؟ هیچ وقت تو را در بیرون نمیگذاری. اما غیر از من آدمی بدبخت هست؟ هست! عمر در آخر به مرادش رسید. با سرمه خانه‌دار میشود. فکرت با علیه آشتی کردن. در روی هم گل می شکفم. اما من هنوز تنهایم. داغم پسرم گوش کن. نه 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 نه، نگوید که این خیلی نیست. نصیحت هایتان تنهایم را برطرف نمی کند. برای حل این کار یک فکر به سرم آمد. یا قبول میکنید یا اینکه در بینتون همه وقت یک تخمی پوسیده میمانم، همه جای را بوی میگیرانم. بگوی پسرم حل این کار چگونه است؟ با صنم خانه‌دار شوی همان را اجازت میدهید. یا توبه. دستانه چقدر ملایم بوده است. چند وقت باز آن را نداشتم. چرا من اینقدر کور بودم؟ شما اونجا چی کار میکنید؟ دوید با شما خلا نرسونیم گفته مادر جان. پدر جان دیگر هیچ وقت مادرم رو نزنید التماس. شما رو با هم خوشبخت بینیم، ما هم خرسند نشویم مادر جان. همه وقت همین خیل باشید، همه وقت. دیگر هیچ وقت جنجال نمیشود. با شما بعد میدیم. پدر جان خودم. پدر جانی من، پدر جانی من. گوش کن داغن پسرم، این خیل خانه‌دار نمی شوند. آیله برپا کردن هم یک آداب دارد، میفهمی؟ پیش از همه رازگی طرفین ضرور است. چند سال باز تنها زندگی کردم، بی مادر، قریب که بی پدر. هیچ کدامتون غمم را نمیدانید. همه وقت از این آیله بیرون بودم و من چون به آواره‌گرد نگاه میکردید. اما چه خیلی که نگاه میکنید، نگاه کردن گیرید. من هم یک فرد این آیله‌ام. در خونی من هم خونی ازلیگی ها جاری است. این رو عوض کردن نمی شود. یا شما به من اجازت می دهید که با صنم خانه‌دار می شوم، یا این آشتیتان خراب می شود. دیگر می مرم و تنها نمی مانم. من گپم رو گفتم، باقی از شما.
التماس میکنم نپران التجا میکنم نپران نگوره نیستم حسن خوب هستی؟ خیز من با تو او بردم دیگر طاقت کرده نمیتوانم گلسوم نمیتوانم مرا دهشت فرا میگیرد دیوانه میشوم حسن راهی دیگر نیست میدونی کودکمون رو فکر کن مرا فکر کن تو رو به حبس چنانند ما چیکار میکنیم تو این رو میفهمی و هاشم چی میگویه حسن درویت پدر همین خانه‌دار شوی را با تو مصلحت کردنیم چه فکر میکنی؟ حفظم با داغن خانه داشتن میخوایی؟ در این باره فکر نکردم گوش کن به من گوش کن سنم من داغن را خیلی دوست میدارم از بین امکایت مناسبتش تنها با من خوب است راستش رو گم او را دامادم دیدن میخواهم تا هم راضی شو دخترم مگر نمیخواهی که در آیله همون مناسبت خوب برقرار شود البته میخوام که مناسبتمون خوب شود لیکن شما چی؟ چی من؟ مال و ملکی و مرا پس میگردونید امروز در خانه بابایم گویا با دل ناخواهم راضی شدید مال و ملک عمر مال و ملک آیله همون است دخترم یعنی میلش چیز و چارش رو برمیگردونم لیکن آنها هم زمینه که بر تشکیلات کمک عدیه کردن پس گرفته با من میدیم پدر شما رو نمیفهمم من برای تین شدن اویله چی کار کردنیم شما باشه چی ها رو فکر میکنید هر کس اگر شرط ماند چی میشود شما هم کمتر کوشش کنید پدر جون میلش وقتا شاید چیز چارش رو میدیم با یکان جا نمیگوریدم کو نوش جانت تشکر داغن به خدا با سنم خانه‌دار شوید خیلی معقول شد در آخر با تو پدر و پسر میشویم هم قوتمون هم مال و ملکمون یک میشود میفهمی هیچ خیلی که میگویم دو کس از یک کس زیاد است من هم در آخر صاحب یک عائله میشم خرسندم امک یک عائله حقیقی شما که راضی میشوید سنم چی میگفته باشد؟ تو بیشتر فکر نکن داغم بینی سنم در آسمان باشد هم لیکن گپی پدر رو گوش میکند امروز میگفت پگاه هم میگوید میبینی اینجا منتظر شوید من حاضر میایم حاضر پدرم را میبینیم
санам ҳама вақт гӯша дар дигар ҷост. дар доған намедонам чӣ кор кунам сурма. аз як тараф тинҷи оиламон, аз як тарафи дигар. ин хел хонадоршавиро интизор набудам. хостани доған на он қадар муҳим аст. ин хонадоршавӣ танҳо агар ту хоҳӣ мешавад. агар доғанро дӯст надорӣ, ихтиёр дорӣ. пешниҳодашро қабул накун санам. аз рафтори доған хафа нашав. ӯ ҳама вақт мисли кӯдак аз паси қасд гирифтан аст, лекин ҳама якҷойро тарбия карда метавонем. яъне ман ба доған ба шавҳар мебароям, чунки дар ӯ як хубиро мебинам. аммо марҳамат дарои падар. хуш омадед падарҷон. хуш омадед падар. амаки али, تشکر دخترم، تشکر. نهایت به مقصدتان میرسید. خدا بختتان دهد. آمین پدر. سلام. سلام امک جون. دیر باز ندیده بودم. خیلی کلان شده ای. تشکر امک جون. کنی شنید. خوش. در این مدت من کلان شدم، لیکن در اینجا هم خیلی واقعه ها روی دادند. با پدرم مناسبتتون بد شده است، من میفهمم، لیکن التماس امک جان باید همش رو فراموش کنیم، یک صحیفه نو کشویم. میدونم که خیلی عذاب کشیدید، لیکن به این دشمنی خاتمه دادن لازم. آخر شما با هم برادرید امک جان. این دشمنی نه به شما و نه به ما فایده نمیآورد. با ما فرزندان میراثی بد نگذارید. التماس امک جان. راست میگویی. نهاد دشمنی برکن که رنجی شما را رد گفته. من زندگی تیج و خوشبختی شما را میخواهم. و این بدبینی و کینه و عدالت خاتمه دادن لازم. برای دوستیمان هر چی از دستم آید. ما رو خیلی خوشتن کردید مادر. خدایا از این عذاب مرا خلاص کن. دستهایم را با خون بندت آلوده کردم، جانش را گرفتم. اینش کم بود که باز حق چند بیگناه را هم گرفتم. بدیهایی کردم را ببخش. توبه کردم خدا جان. دیگر نمیتوانم. حقیقت آشکار می شود. حق جایش را می گیرد. توبه کردم را قبول کن خدا جان. آمین. سنم، چه اینقدر تو رو عذاب می دهد؟ تو حاضر عقلت رو نیو، دلت رو گوش کن که او چی میگوید. تشکر سرما. سلام سنم. سرما. سلام. تو بازدید. خیلی شد تو را اینجا انتظارم. با تو گپ دارم. بله دوغان. دین شب از کاری کردم. حیران شدی همی تبدی؟ یعنی البته حیران شدم. انتظار نبودم. اکنون بعضی چیزا رو فراموش کردن میخواهم با تو خانم را آباد کنم.
خواهشی خانه‌دار شویم یک لحظه اینا نبود. این رو در حقیقت میخواهم. دفعه گذشته مثل کودک رفتار کردم. این را حالا درک کردم. از پشت یک چیزی نالازم رفتم، لیکن بعد از این نمیروم. با تو همراه یک عائله نمونوی برقرار کردن میخواهم. صنم باور کن، من کسی شدن میخواهم که راه خانه‌اش را دوست می‌دارد، انسانوار زندگی میکند. صنم مایلش دخترم. زود جواب نده، یک فکر کن. چی؟ من راضیم که بود خانه دار شدم. فقط یک شرط دارم. بعد از این قمار، عرق نوشی و دیگر کارهای بدت را در حال میپردازی. چه خیلی که میخوایی؟ رو دخترم بلد یکا در باغچه بازی کنید. خوب شد است مادر جان. شفایا به پسرم. خداوند تو را به ما برگرداند. تشکر بابا. وای از شما بخشش پرسیدنیم، چون که از کارهایی کردم خیلی شرم میدارم. باز با همه نگاه نکردم مرا به اینجا راه دادید. تو نبیره من هستی فکرت. من از تو نمی رنجم. اگر فکر کنی که مرا رنجاندی، کوشش کن که این خطاگی را دیگر تکرار نکنی و با رفتار و کردارت به فرزندانت نمونه باشی. البته بابا جان، این درس رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. بعد از این برای علیه و کودکانم از دستم چیزی که آید میکنم. وعده میدیم که خوشبخت میکنم. خوش آمدید نبیره های عزیزم. خوش باشید بابا جان. مرحمت، گذشته شنید. وای با دوغان به یک قرار آمدیم. چی شد؟ من تکلیف خانه‌دار شوی او رو قبول کردم. بابا جان، اول اجازت شما، بعد عمک هاشم اجازت دهند. مایش اول از سنم یک سوالی دادن نخواهم. البته بابا جان. دخترم، ما تو را مجبور نمی کنیم که برای خوشبختی این عائله به داغن خانه‌دار شوی. رازگی در دست توست دخترم. من میخواهم بابا جان. این خیل باشد من غیر از دست دراز کردن دیگر علاجی ندارم. خداوند بختت را دید دخترم. خداوند تو را شاد گرداند پسرم. تشکر بابا جان. تو را هم جانم. السلام علیکم. و علیکم السلام. ببخشید یک چیز پرسم. مرحمت. من عمر عدلیگی رو میکوبم. خانه عمر عدلیگی ها خانه خودش رفته شده است. تشکر. سلامت باشید. عمر اکا یار دهد ناخواست شد. ناخواست از پیش مرا میشنوید. چشمانت را کشا. زود یاروی تجیل را جزن. حاضر. رامزی را پدرم نکشته است. هاشم همش را میداند. مکه هاشم چی را میداند؟ چشمانت را کشا. چشمانت را کشا. خودت را دست نده. چشمانت را کشا. خدایا خدامان میدونی ایجا میکنم. زودتر باشه. مرحمت اکایوشی موسیلوت یک گلتینه است. این کاغذ ها امروز طبعم خیلی خیلی بود. اینها را که به دستم گرفتم طبعم خوش شد. چکلی که میگویم شرقاسی پول رو شنوی قوت میگیری.
فخری زود به یاری تجلی زن ده بیچاره با صدمت دوچار شد در همین نزدیکی. چه کی صدمه کرده است؟ او از اینجا نیست، از دهه نو حسن چوملکچی. تصادفاً عمر از اونجا میگذشت. حاضر به او کمک کرده ایستاده است. حالش خیلی بد است. هاشم خدایا نبضش گم میشود. باشه نشم همشون گفته باشد. زود ماشین تشکیل کنید. زود باشه. زود آیسته. نه به همه جا رو تیش کردیم. باز همهش برباد نرمد. چی شد عمر؟ کوشش کن که اسوش نرود. خدایا مدد کن. باید زنده ماند سرما. باید او رو نجات دید. فهمیدم عمر. آروم شو. بچه ها زودتر. خدایا مدد کن. زودتر. او باید زنده ماند سرما. برای اثبات کردن بیگناهی پدرم او چیزی رو میداند. آروم شو. نبضش رو گم کردم سرما زود شوک الکترونی رو ده. زود باش. زودتر نشد عمر. یک باری دیگر با من ده. زیاد کن. التماس امک حسن تو باید زنده مونی. باز یک باری دیگر عمر او رو نباید از دست بدی سرما. چی شده که هاشم؟ چی واقعا؟ اصلا گفتن آدم صدمه کرده است. او بر به بیمارخانه برده است. زودتر ببین چی شد. یکان چه فهمیدی به من زن رحم زود نیست. خوش دست کرد. میدونستم که امک هاشم هم چیزی رو پنهان میکنند. عمر التماس حالا یگون چیز معلوم نیست. ندونسته امکم رو گناهگار نکن. گوش کن. به یگون دلیل کس رو گناهگار کردن ممکن نیست. باز در اینجا جای شبهه نیست سرما. این آدم با من چیزی گفتن میخواست. بیگناه بودن پدرم رو گفت. هاشم میداند گفت. ولی امک هاشم هم همش رو میداند. همه این معلوم است سرما. همش معلوم است. پدرم گناه ندارد سرما. آفرین دخترم آفرین. از همه کاری درست را تو کردی. از تو این را انتظار بودم. انشالله پدر همین خیل است. چی شد پدر؟ یگون مشکلیه داره؟ چه خیلی مشکل زنم. تو گفت زن که کی آمادگی توی را شروع کنیم. خوش آمدی عمر. ما سنا مسئله توی را گم میزنیم. اکنون توی میکنیم همینطوری. حاضر همه حقیقت رو با من بگوید امک. کدام حقیقت عمر؟ امک کمی پیش حسن همش رو با من گفت. این رو شما هم میدونید من هم میدونم. اما شما کی کشته است میدونید. همش رو یک به یک نقل کنید.
گپ زنید. عمر التماس آرام شو. نو همه رو تینج کردیم باز گم نکنیم. این گپ‌ها چی معنی دارد؟ پدرت خیلی خوب میدوند که چی معنا دارد. او دروغ گفته است. من هیچ چیز نمیدونم. حسن تو دروغ گفته است. تو من کرده است. جگر با یگان گپ شما باور نمیکنم. با کدام عقل شما پدرم رو به حبس پرتافتید؟ شاید امکی رمزی رو شما کشته. راستی این گپ‌ها رو شنیده حیران نشدم، چون که از شما بر این آدم شیطان همه چیز رو انتظار شدن ممکن است. عمر التماس به خود بده چیکار میکنی؟ اویلمون رو فکر میکنی یا نه؟ بگوید اما حقیقت رو بگوید. قسم میخورم که چیز نمیدونم عمر. با خدا نمیدونم. عمر بس بودگی. ساعت پدرم رو. خدایا تو میدونی چیکار کرده ای تو داری؟ تو حرمت رو میدونی یا نه؟ تو با این کاردار نشو. از هیچ چیز خبر نداری. پدرم بیگناه در حبس است. و از برای این آدمی که تو حمایت میکنی. این آدم پدرم است. اما کی تو؟ اما کی باید حرمت کنی؟ این کار رو خیلی نمیگذارم امک. دیر نشده حقیقت رو میفهمم. این رو فراموش نکنید. پدر چی گپ شده است؟ کی است این اصلا؟ کی میشود؟ اما رقیبم که آن روز آمده به من تهدید کرده بود خدا بندش را از بدی دور کند. با تو گفته بودم که برای من رو نابود کردن از دست چیزی که آید میکند. بیهوده نگفتن که آب میخوابد دشمن نمیخوابد. اینقدر آدمی پس بود از پدر. در تجارت کساد، در انسان فساد دخترم. اینها رو زود به مدیریت امنیت فرستانید. اطاعت کمیسر. سلام کمیسر. چی شد عمر؟ یگان واقعه رو داد. مرحمت بشین. امروز در بازار یک صدمه شده بود. خبردار هستید؟ بله میدونم. از خویشاوندانت بود. نه نمیشناختم. اما پیش از مردنش به نزد من میومد. درباره پدرم چیزی گفتنی بود. در چی خصوص؟ پیش از مردنش گفت که امکی رمزی را پدرم نکشته است. هاشم همش رو میداند لیکن پنهان میکند بود. این آدم برای چی به من دروغ گوید آقای کمیسر؟ پیش از مردنش آخران سخنانش بودند. در این موضوع تفتیشات بردم روزی. خوب این گپ‌ها رو به غیر شما یگان کسی دیگر شنیده است؟ وای نه صدمه بود، غلاغوله شده بود. من وقتی که او را از زمین برداشتنی شدم گفت. گوش کن عمر، برای او را گناهکار کردن این دلیل کافی نیست. دلیل دقیق نیست، میفهمی؟ نفری که به صدمه دچار شده است پیش از مردنش این گپ‌ها رو گفته است. شاید او ضربه سخت خورده در حالت بیهوشی گفته باشد. ما اینها را حقیقت گفته نمیتوانیم. غیر از این دیگر شاهد هم ندارید. آخر کمیسر باید یگان کار کنیم. معلوم است که پدرم بیگناه است. ببخش عمر، در دستمون یگان دلیل برای اثبات کردن نباشد هیچ کار کرده نمیتوانیم. آخر بیگناهی پدرم معلوم است. دیگر او را در حبس دیده نمیتوانم. من همه که هاشمم رو مجبور میکنم که گپ زند. او باید جواب کارهای کرده‌اش رو دهد. التماس تهمت رو بس کن عمر. بس وسط یک رهگذر باور کرده پدرم رو گناهکار نکن. من به او باور میکنم، چون که پیش از مردن کس دروغ نمیگوید. معلوم بود که وجدانش او را عذاب میدهد. هاشم همش رو میداند لیکن پنهان میکند. گفت به فکرت آدم پیش از مردن دروغ میگوید صنم؟ التماس بچه‌ها جنجال نکنید. با هاشم هم گپ میزنیم. حقیقت البته معلوم میشود. البته معلوم میشود. معلوم میشود که امکی هاشم پدرم رو بیگناه به حبس پرتافتند. گوش کن عمر، از روزی اومدنم میخوام که در عالم مناسبتی خوب برقرار شود. حتی راضی شدم که به دوغند خانه‌دار شوم، اما به این تهمتی بی اساس از راضی شدن نمیتوانم. میفهمم به خاطر بودن پدرت باور نداری صنم، اما در عالم صلح شود و پدرم بیگناه در حبس شینند، به این راضی شدن نمیتوانم. میفهمی؟ عمر خود رو به دست گیر. با این خیلی دعوا کردن از دستمون چی میآید؟ جنجال رو عمر سر کرد سلمان. به یگان اساس اومده به پدرم هجوم کرد، قاتل گفته گناهکار کرد. فکر کنم عمر، نمیفهمم که چرا اینقدر عوض شده ای. شاید عوض شده باشم صنم، اما باور کن که هیچگاه به ناحقی چشم نمیپوشم.
دخترم بشین گوش کن. شما باید با هم مراسا کنید. میفهمی دخترم؟ با داد و فریاد مرادی حاصل نمی شود. شما هر دو باید این را بفهمید. در دنیا هر کاری با سبب رخ می دهد. قهر و غضب نشانه نافهمی و غرور است. برای همین شما اول جهالت را کنار گذارید. این دفعه عمر خیلی در غضب است. مونده نشده است. پس این کار است. یکان کار کردنت لازم هاشیم. در کجا درماندی؟ تو رو برای سروگشت رمان کردم. ببخشید اکای هاشم بیمارخانه سیرادم بود، لیکن فهمیدم حسن مرد است. مرد؟ نمیمرد. من خودم میکشتم. میلش با خودت دوستی آدم گیر. حاضر سود و راه میبراید. کجا اکای هاشم؟ اینها رو از کیسهش پیدا کرد؟ بله عمر. روی ملچت، تسبیح، ساعت، همیان. اینش چی باشد؟ دهه نو رقم 15. تشکر اکای جون. نمی ارزد. اکای اشار ماشینتون رو دادن میتونید؟ یک کاری مهم است. البته گیر. چی یگان واقعه روی داد؟ کاری مهم با پدرم تعلق دارد. تشکر. تا بگاه میارم. مایل. عمر ایستو. من هم میروم. لازم نیست سرما. تو رو تنها رفتن نمیگذارم. خواطر میشوم عمر. نه سرما. تو در بیمارخانه. تلفن همیشه در برم. غم نخور. آخر عمر چه کاری که نکنیم آنها هیچ آرام نمی شوند. خودش چی گفت؟ شاید گفته آن آدم راست باشد. شاید هاشم به این کار همراه است. پدر، حتی از گفتن می ترسیم. هممون باوری داریم که علی رمزی رو نکشته است. روزی که علی از بیمارخانه گریخت، هاشم را گناهکار کرده بود. و فکرم در اینجا سری هست. به خدا من چی فکر کردنم رو نمیدونم. از تقوایم همه چیز رو انتظار شدن ممکن. نخود به کشتاری تقوی رمزی هم یکون علاقه داشته باشد. چی شد اما که هاشم چرا پنهان میکنن؟ هیچ گپ نمی‌زنم. همین طور خودمون صحبت میکردیم. باز چی شد من کودک نیستم. التماس گپ زنید. بابا گپ زنید. التماس گپ زنید. به مرگ پدرم که هاشم چی علاقه دارد؟ داغن سرم اول آرام شد. اینقدر زود آتشی نشو. بس بوده که گپ زنید. میلش میگویم امروز یک آدم به محله آمده به صدمه دچار می شود. تصادفاً عمر در همون جا بوده است. پیش از مردنش علی بیگناه است و هاشم همه چیز را میداند گفته است. حقیقت تلخ است. بعضا می سوزاند. قهر و نفرت باشد در جستجوی انسان است. آنقدر حقیقتی زیبا با یک غضب پر از خون می شود. حقیقت به مانند مرواردی داخل گوش ماهی است. دهانش را که بستی جلویش گم می شود و مروارید روشنی را می کند. انسان برای به هدف رسیدن نفسش را باید اداره کرده تماند. سبب پیداشوی غضب این بودن خطاگی در عمل انسان است. کورکورانه از پس خطاگی دیگر کس رفتن را چی میگویند؟ بعضی خود را در خالگی حس میکنند. نفس باشد در خالگی و خود جای برآمد میکوبد. لیکن همه این برآمدها آزادی دارند مگر بدی چی؟ در جایش میایستد مگر؟ کسی که خود شمال به وجود میآورد غیر از طوفان چی را حس کرده میتواند؟ روزگار انسان عجب پیچیدگی های شگفت‌انگیزی دارد. بعضی ها خود مثال پیچیدن، پوف میکنند و پوف میکنند به خبر از آن که خود را میپیچند و میسوزند. علت آتش همین است. آغازش در دستمان، لیکن بازداشتنش
аз киси оғои Рамзӣ як гул пайдо кардем. Гули садбарг. Агар аҳамият диҳем, маълум аст ки нав канда шудааст. گوش میکنم. سلام. من درباره شوهرتون یک چیز پرسیدنیم. چیکار میکنید شما؟ جمع کنید این سنگ ها را، جمع کنید، یک قطره هم ضرر نشود. کجا شد این صدری؟ امک! امک! شما کردیدم؟ گبزن آریفی بیناموز تو کشتی پدرم را گبزن چرا حقیقت رو بیرون کردی؟ چرا بیرون کردی؟ گیخ کردی خبردار نمیشم لعنتی جیگرت رو پاره کرده نزدی سنگا رو میپاشایم تو کردم داشتم لعنتی گبزن لعنتی حالا حسن در خونه نیست، بیگاه می آید. آمد بعد گپ میزنید و در ببخشید. اپا حسن با من حسن نی بلکه خودی شما لازمه. یک چیز رو پرسیدنیم. اما کم رمزی عدلیگی کشته شده است. من جیانی او هستم اما که رمزی رو پدرم نیو حسن کشته است. شما همه واقعه رو میدانید، حقیقت رو میدانید. همین طور نی؟